سلام، با آزادی آنلاین خوش آمدید. بازداشت مهاجران در نوسیبیرسک روسیه، زنازنی مرگبار دانشجویان از موضوعی است که درباره‌شان گپ می‌زنیم. اما برنامه را با ویدیوی از آلمان آغاز می‌کنیم. مؤلف ویدیو میگوید که نوارات در مرکز شهر هاگن گرفته است، جایی که کبوترهای زیاد جمع آمدند و این مناسبت مردم با طبیعت را در تاجیکستان و آلمان چنین مقایسه کرده است. ویدیو دیگری که به دست ما رسید از شهر نوسیبیرسک روسیه است. بنا به این ویدیو، پلیس روز 11 اکتبر در مرکز سودای وستوک چند مهاجر تاجیک و نمایندگان کشورهای دیگر آسیای میانه را تفتیش و دستگیر کرده است. مقامات آنها را به نادرست بودن سندی بوده باش متهم کردند. مهاجران میگویند که در حق آنها ناعدالتی شده است. امارات پارپچون کنند. ما با خدیفتیم بکردیم. سرانو موندن برادر دارن در بویسی در وستوک نوسیبیرسک. این ساعت اینجا خواب بود دکاس. هر دشیاتش تای خون بود، اتاگاش نساسانی بود. از این میگذریم جنجال دانشجویان در دوشنبه که با مرگ یکی از آنها انجامید، بحث‌های زیادی را در سامانه رادیوی آزادی برپا کرده است. با گفته شاهدان ظاهراً مناقشه جوانان در همین پسکوچه بین کوچه بربت و چارتوت سر زده است و دلمراد فاضلوف جوانی که کارت خورده بود تلاش کرده است خود را از این پسکوچه تا همین کوچه کلان یا نزد همین دیوار برساند. کاربر با نام زندانی میگوید علاج واقعه پیش از وقوع. قانون باید درست کرد که به کشتار و یا سوی قصد به کشتار 30 یا 40 سال حبس تعیین کند. آن وقت چنین کارها خیلی کم خواهد شد. پداگوگ می نویسد کودکان از خردی در خانه و مکتب با دف شو یا گم شو کلان می شوند. از کجا حرمت یکدیگر را آموزند؟ مکتب و معلم به لباس پوشی و موی سری کودکان آواره هستند. در بغلم گرفتم جای عمود زخم دل شد. بعد از جکیدم کسان جکیدم که خون روی بسن نشوه. قبل میشه در بغلم بود. رفت که دنی میره راستم در بغلم چیز اشاره کرد گپ زدن نتونست دیگه. عدالت پیشنهاد کرده است که مقامات پاسبان‌های مکتب و دانشگاه‌ها را با دستگاه آهنسنج تامین کنند. و میگوید البته مهنت طلب است ولی برای معتدل نگاه داشتن وضع و آری کردن جمعیت از جنایت خوب است. در پایان برنامه ویدیوی دیگری داریم که آن را هم از روسیه فرستادند. از متروی مارینوی شهر مسکو مؤلف میگوید که ده‌ها مهاجر راهرو را در یک جا جمع کردند تا سندهایشان را تفتیش کنند. شما هم فرستادن ویدیوهای خود را فراموش نکنید با این رقم‌هایی که روی اکران می‌بینید. شرط نیست که همه ویدیوها از غم و کلفت باشد. لحظه‌های شاد خود را نیز به ما بگویید. تا برنامه دیگر، خدا حافظ.